همکنون سه‌شنبه 3 شهریور 1405 25 آگوست 2026 هستیم. خب برخی دوستان میخوان شبکه اجتماعی توییتر سابق یا ایکس فعلی رو نصب کنن یا همون بارگیری کنن. خب یه سری مشکلات داره از گوگل پلی گرفتنش، پلی استور. ببینید راهکارش اینه: شما اول میاید توی این برنامه ویتوره یا حالا هر برنامه فیلتر شکنی که دارید، اگه قابلیت انتخاب دستی برنامه ها رو داره، مثل پر اپ ستینگ ویتوره، اینو اینیبل پر اپش رو خاموش کنید که کل گوشی رو ببره تحت پوشش. حالا شما بیا مثلا آی پی یک کشور تحریم نشده و دستباز رو مثل آمریکا حالا یا آلمان انتخاب کن. خب قبل اینکه بری پلی استور اینو یک بار حافظه شو پاک کن، کلیر کش و دیتا. حالا بیا داخلش، یه ذره زمان میبره. نگاه، باید بنویس ایکس، میبینی نمیاره، میره کرومت جا نویسی ایکس توییتر، پلی استورشو میاری و تمام میزنی دانلود. آره، حالا مرحله بعد بریم وارد شدن به ایکس با جیمیل. خب مرحله دوم اینجاست، وارد برنامه شبکه اجتماعی ایکس میشید. سایتش هم x.com هست. اینجا روی گزینه عکس گوگل کلیک کنید، این سمت چپ. خب یه دونه از این ایمیلاتون رو انتخاب کنید. حالا یکی هست میخواد مثلا با یه ایمیل وارد شه، یک با اون یکی فرقی نداره، شما یکی رو انتخاب کن. اینا ایمیل هاییه که من تو این گوشی وصلشون کردم. خب وقتی شما اون ایمیل رو انتخاب کنید، خب وارد صفحه همین برنامه میشید دیگه. بعدش هم خب پستایی که اینجا منتشر شده میاد به هر حال جلو چش شما، و حالا انواع اقسام پست، خیلیش هم خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایرانه. حالا نمیشه هم نشون داد، از همین نیومده شما نگاه، اینا این یکی این دوتا نمیتونم حالا خیلی نشون بدم. من خب پلتفرمیه که چطور بگم، آزاده دیگه، اینطوری بگم. حالا تمام.